امروز علمای ما شهید میشه به خاطر رضایت دنیای کفری. امروز به نام اربکی تفنگ شانه کردن. امروز علمای ما را شهید میکنه. ماه قبل شهید کرد، هفته قبل شهید کرد. اما من میگم از این ملتی بی غیرت که دیگه ملتی وجود نداره، عالم شهید میشه تماشا میکنه. از این دولت کرده به نام اسلام حکمرانی میکنه، از این کرده دشمن اسلام و ضد اسلام و ضد علما دیگر دولت وجود نداره. مگر ما دیدیم تا حالا مگر کدام اربکی را کدام دشمن عالم تا حالا محاکمه کرده باشند؟ نعره تکبیر، نعره تکبیر. زنده باد علمای حق، زنده باد علمای حق. خالف الیهود و النصارا. ای ملت مسلمه، به خدایتان قسم میتونم علما را شهید نکنین، با علما مخالفت نکنین. علما را شهید والله به خدا قسم روز قیامت گردن همه ما شما بسته میشه. علما مظلوم واقع شدن، علما مظلوم واقع شدن. یا الله به داد علما برس. یا الله امروز برای خوشحال ساختن یک مشت انجاس یهود دشمن اسلام علما شهید میشن. یا الله امروز علما بازخواستگر نداره. یا الله امروز مدارس ما توهین میشه. یا الله امروز مساجد ما خراب میشه. اما کجاست جناب آقای رئیس جمهور؟ کجاست جناب آقای والی؟ کجاست جناب آقای قماندان امنیه؟ کجاست جناب رئیس استخبارات ما؟ کجاست پیرمردان ما؟ کجاست وکیلان ما؟ کجاست جوانان ما که از خون از این علما دفاع بکنن، بازخواست بکنن؟ علما به چه جرم شهید میشن؟ علما جرمشان چی هست؟ چه گناه کردن؟ آیا گناهش امین است بر اسلام یاد داد؟ آیا گناهش امین است از کیان اسلامی دفاع بر یاد داد؟ آیا گناهش امین است بر کلمه را یاد داد؟ آیا گناهش امین است تو را در مقابل دنیای کفری بسیج کرد بر ایمان اسلام یاد داد؟